امروز میخوایم یه سوال خیلی جنجالی رو بررسی کنیم. آیا تعصب صرفاً یه دیدگاه اشتباهه یا یه جور اختلال روانیه؟ این چیزیه که یه سری تحقیقات جدید روانشناسی مطرح میکنه و ما قرار عمیقاً بهش بپردازیم. خب این تحقیق با یه ادعای واقعاً تکون دهنده شروع میشه. میگه تعصب و نژاد پرستی صرفاً یه مشکل اجتماعی نیست، بلکه یه نوع اختلال روانیه. دقیقاً، یعنی دیگه بحث رفتار بد نیست، بحث یه جور نقص توی کارکرد مغزه، یه جور ایراد تو طرز فکر ما. حالا بیایید ببینیم این تشخیص از کجا میاد و چه پایه‌ای داره. خب برای اینکه این ادعا رو بفهمیم باید از خود فرد شروع کنیم. یعنی بریم ببینیم تو ذهن یه آدم متعصب دقیقاً چه خبره. ببینید روانشناساهای بزرگی مثل کارل راجرز میگن یه آدم سالم از نظر روانی ذهنش به روی تجربه‌های جدید بازه، اما آدم متعصب چی؟ دقیقاً نقطه مقابلشه، کاملاً تدافعیه، همیشه گارد داره. سوال اصلی اینه که این همه حالت تدافعی از کجا میاد؟ و جواب طبق این تحقیق توی یک کلمه خلاصه میشه: ترس. یه ترس عمیق که خیلی وقتا ریشش برمیگرده به بچگی و ذره ذره تو وجود آدم قوی تر شده. البته این یه ترس معمولی نیستا، منظورمون یه اضطراب خیلی عمیقه از اینکه دنیا داره جوری تغییر میکنه که از کنترل و پیشبینیشون خارجه. برای همینم هست که هر اطلاعات جدیدی رو رد میکنن، نه اینکه چیزی بدونن، نه، فقط چون با اون چارچوب ذهنی خشک و بسته‌شون جور در نمیاد. اینجا بحث خیلی جالب میشه. یه روانشناس به اسم جورج کلی یه ابزار مفهومی به ما میده تا این قضیه رو بفهمیم. بهش میگه سازهای شخصی. فکر کنید هر کدوم از ما یه سری فیلتر یا یه کتاب قانون تو ذهنمون داریم که باهاش دنیای اطرافمون رو تفسیر میکنیم. اینا همون سازهای شخصی هستن. حالا نظریه کلی چی میگه؟ میگه آدمای متعصب به این کتاب قانونهای ساده و جهتدار خودشون میچسبن چون اینجوری دنیا براشون قابل پیشبینی به نظر میاد، حتی اگه اون قانونا 100% غلط باشن. دقیقاً، این یه جور مکانیزم دفاعی روانیه، چون پذیرفتن یه دیدگاه جدید و پیچیده‌تر وحشتناکه. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونن آینده رو به راحتی پیشبینی کنن و این یعنی از دست دادن کنترل. خب تا اینجا در مورد روانشناسی یه فرد تنها صحبت کردیم، ولی چی میشه وقتی این تفکر پر از ترس به یه جمع سرایت کنه؟ اینجا دیگه قضیه خیلی خطرناکتر میشه و ما وارد چیزی میشیم به اسم منطق معیوب گروهی. اینجا منبع ما میره سراغ کار یه روانشناس اجتماعی به اسم ایروینگ جنیس. جنیس میگه توی گروهایی که خیلی با هم متحد و منسجم هستن، یه فشار وحشتناکی برای همرنگ شدن با جماعت به وجود میاد. این فشار انقدر زیاده که دیگه تفکر منطقی و قضاوت شخصی افراد کاملا از کار میفته. و این اسلاید خیلی خوب این تغییر خطرناک رو نشون میده. یه آدم به تنهایی شاید منطقی و با وجدان عمل کنه، اما وقتی همون آدم وارد یه گروه میشه، منطقش انگار خاموش میشه و جای اون روی احساسات جمعی کور میگیره. یه کاری که یه نفر به تنهایی حتی بهش فکر هم نمی‌کنه توی اون فضای گروهی یا کاملا ممکن و حتی درست به نظر میاد. این فرایند یه مسیر تقریباً قابل پیش بینی داره که بهش میگن گروه زدگی یا همون گروپ think. چطور کار میکنه؟ اول هدف اصلی گروه میشه حفظ اتحاد به هر قیمتی. بعد هر صدای مخالفی خفه میشه. این باعث میشه که همه کورکورانه از رهبر یا اکثریت پیروی کنن. و تهش چی میشه؟ یه اقدام فاجعه بار که توی اون وجدان تک تک آدما توی هیجان جمعی حل شده و از بین رفته. و باید بگم اینا فقط تئوری روی کاغذ نیستن، نه، این تحقیق پر از مثالهای واقعی و تکون دهنده است. از حمله به دفتر مخالفان بعد از یه سخنرانی آتیشون گرفته تا مجازات‌های وحشیانه و غیر انسانی. همه اینا نشون میدن که چطور این تفکر گروهی تعصب رو از یه فکر تو سر آدما تبدیل میکنه به یه فاجعه توی دنیای واقعی. خب با این همه پیامدهای وحشتناکی که دیدیم، سوال اینه که جوامع مدرن الان چه نگاهی به این قضیه دارن و از اون مهمتر وقتی میخوایم باش مبارزه کنیم با چه چالش‌ها و پارادوکس‌هایی روبرو میشیم. امروزه نگاه به این موضوع داره عوض میشه. توی خیلی از جوامع پیشرفته دیگه تعصب شدید روی عقیده شخصی نمیدونن.
بهش به چشم یه مسئله مربوط به سلامت عمومی نگاه میکنن. انگار یه جور اختلال روانیه که چون برای کل جامعه خطرناکه باید درمان بشه. و نکته خیلی مهم اینه که فقط کارهای خیلی افراطی نیست که مهمه. این تحقیق تاکید میکنه که حتی شنیدن یه توهین ساده، یه حرف نژاد پرستانه که انگار بی‌ضرره، روی ما تأثیر قابل اندازه‌گیری داره. مثل یه سم آروم عمل میکنه که ذره ذره ذهنیت ما رو نسبت به بقیه مسموم میکنه. ولی دقیقاً همین جاست که به یه پارادوکس خیلی عجیب و نگران کننده میرسیم. یه سوال پیچیده. اگه تعصب یه نوع بیماریه، پس تکلیف گروه‌هایی که برای مبارزه با همین تعصب شکل میگیرن چی میشه؟ آیا این خطر وجود نداره که خودشون هم به نوع دیگه‌ای از همین بیماری دچار بشن؟ این منبر به یه واقعیت تلخ و خطرناک اشاره میکنه. اینکه خیلی از جنبش‌هایی که با اهداف کاملاً منطقی و آزادی‌خواهانه شروع به کار میکنن، ممکنه به تدریج خودشون رو اسیر یه جور تفکر گروهی خشک و متعصبانه بشن. یه جور تعصب علیه تعصب. و در نهایت این نکته کلیدیه. اون مکانیزم‌های روانی که باعث تعصب میشن، یعنی ترس، دفاعی بودن، تفکر گروهی، اینا مثل ویروس میمونن. میتونن هر گروهی رو آلوده کنن. اصلاً هم مهم نیست هدف اون گروه چقدر خوب و درست باشه. پس ما با این سوال اساسی تنها میمونیم. اگر تعصبی اختلال ذهنیه، چطور میتونیم درمانش کنیم بدون اینکه خودمون هم بهش مبتلا بشیم؟